من دکتر آرش علایی هستم، راهبر مؤسسه بین‌المللی سلامتی و آموزش از ایالت کالیفرنیا، ایالات متحده آمریکا. شما همچون یک ویروس شناس در باره تاریخ خود همین ویروسی کرونا ویروس چی گفتن دارد؟ تا جای من میدونم این ویروس نو نیست و تقریبا باری اول سال 1900 چند بود خطا نکنم 82 بود یا به همین مانند ها بود. باری اول یعنی که همون وقت کشفش کردن. عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترم برنامه شما. ببینید، ویروس کرونا ویروسی است که ما صدها سال با بشر زندگی کرده است و در بشر بیماری‌های زکام را ایجاد می‌کرد که کشنده نبود. باور بر این بود که شاید به سبب سرمای هوا اهالی در زمستان‌ها کسل‌های زکام را می‌گیرند، ولی هیچ فکت علمی یا دلیل علمی این را ثابت نکرد تا اینکه در حدود 1963 یک خانم دانشمند سوئدی کشف کرد که سبب این زکام‌هایی که در زمستان می‌خوریم یکیش همین ویروس کرونا است و به سبب اینکه آن را در زیر میکروسکوپ دید یک تاج داشت، نام کرون یا تاج را بر آن گذاشت، ویروس تاجدار. پس از حدود 1963 ما این ویروس را میشناسیم، ولی فوت ایجاد نمی‌کرد تا ویروس خودش را تغییر شکل داد، در اصطلاح علمی موتاسیون یا جهش ژنتیکی انجام داد و این تغییر باعث فوت شد در سال 2002. به این سبب نام آن را گذاشتن بیماری سارس یا کووید 1 و به این سبب که فوت داشت خیلی توجه ها را جلب کرد که این ویروس احتمال خطر مرگ را در آینده هم داشته باشد. و این پیدا شدن دوباره این ویروس در سال 2019 چی بود؟ بعد از سال 2002 باز بعد از مدتی ویروس خودش را سست کرد، در تغییر ژنتیکی که داد سست کرد تا سال 2012 و در سال 2012 در منطقه خاورمیانه ما نمود دوم ویروسی که با سبب فوت میشد پیدا شد به نام مرس که این قریب 20 تا 25 فائز شخصانی که میگرفتن فوت میکردن، ولی خوشبختانه باز خود ویروس خودش را سست کرد و تا سال 2019 که این اشتم نو یا نمود نو بیماری به وجود آمد و در تمام جهان پخش شد به نام پندمی یا جهانگیر آن را میشناسیم و میدانیم شخصانی که بدن آنها مسئولیت نداشته باشد اگر از هر 100 نفر به این بیماری گرفتار بشوند میتواند قریب 1 تا 3 نفر را باعث فوت شود و 20 نفر را به بیمارخانه مراجعت کند. و در پیدا شدن شکل نو در سال 2019 با نام همون کووید 19 که گذاشتن، علاقه باز دو شتامپ نو یعنی که یک دو نوع دیگری کرونا ویروس باز پیدا شد به مانند شتام دلتا و اومیکرون. سپاسگزارم برای اینکه این سوال را مطرح کردید. ببینید بینندگان محترم، خوانندگان مقاله‌ای که هست باید بدانند که ویروس ها وقتی از یک شخص به شخص دیگر سرایت می کند این احتمالیت به وجود آمدن نمود نو ویروس هست. پس هر چه ویروس از یک شخص به شخص دیگر برود احتمال نمود نو دیگری هست. چند نمود فقط به سبب همین کووید 19 داریم؟ بیش از 1000 نمود داریم، نمودهای نو. لیکن 5 نمود را بیشتر میشناسیم. چرا؟ برای اینکه برای ما کسانی که در ساحه طب هستند نمودهای نوی مهمند و اهمیت دارند که یکم، آیا نمود نو شریعش بیشتر شده است یا کمتر شده است؟ دوم، آیا نمود نو سبب فوت بیشتر می شود یا کمتر؟ سوم، آیا نمود نو ثمرناکی واکسن ها یا راه های پیشگیری را کم می کند یا زیاد؟ و چهارم، آیا نمود نو نشانه هایی که بیمار با او به پزشک مراجعت می کند فرق می کند یا نه؟ اگر این 4
بحثی که من کردم تغییر یابد، ما نمود نو یا اشتم نو ویروس برامون اهمیت پیدا میکنند که در حال حاضر 5 نمود نو بیشتر اهمیت دارد. از بین این 5 نمود ما بیشتر نمود دلتا و در حاضر نمود اومیکرون را بیشتر میشناسیم. در بین این نمودهایی که در کووید 19 بعد از کووید 19 پیدا شدند، کدام از اینها خطرش بیشتر است به جان آدم؟ خوشبختانه از لحاظ شدید شدن بیماری و فوت فرقی نکرده است ویروس. این خوشبختانه به این سبب میگم که ما نگران بودیم نکند فوت زیادتر بشود، نکند شدید شدن بیماری زیادتر بشود. پس همان نمود یکم که از ووهان شروع شد تا نمود آخران که اومیکرون است، سبب شدت شدن و فوتش فائزش فرق نکرده است. این یک خبر خوب است، ولی ما نگرانیم که نمودهای بعد از اومیکرون چه حالتی پیش می آید. آیا مانند یکم ویروس کرونا که سبب فوت شد به نام سارس یا دوم نمود که مانند مرس خودش را سست می کند که آن موقع می شود پیروزی ما به ویروس، یا اینکه خودش را شدیدتر می کند و سبب فوت را بیشتر می کند، برای آینده نمیدانیم. ولی خوشبختانه چه اومیکرون و چه نمود پیشرش یعنی دلتا، اینها شدت بیماری و فوت مانند همان نمود یکم کووید 19 هست. درباره واکسن گیری بسیاری آدمان با خود سوال می‌دهند، یا در سامانه‌های اجتماعی هم بسیار پرسیده می‌شود که چرا باید 2 بار واکسن گیرم؟ خیلی نکته مهمی است. من میخوام اصلا راجع به پیشگیری اول یک گپ کوتاه بزنم. از آنجایی که 20% خطر شدید شدن و به بیمارخانه رفتن دارد و این بیماری 1 تا 3% میتواند سبب مرگ شود، ما باید سعی کنیم بیمار نشویم. این خیلی مهم است. به این سبب باید هر اقدامی، هر کاری که باعث می شود پیشگیری کنیم از بیماری و نگذاریم ویروس وارد بدن ما بشود را انجام بدهیم. یکمش همین زدن نقاب هاست. دوم فاصله های اجتماعی بیش از 1.5 تا 2 متر است. سوم شستن دست هاست. چهارم خصوصا در فصل زمستان هوای تازه از طریق تریزه ها و درها را وارد اتاق ها کردن است. پس این رعایت های یکم است. رعایت دوم این است که علم بشر پیشرفت می کند و با پیشرفت علم ما دانشمندان پیدا کردند، به ما پزشکان یاد دادند که چگونه دستگاه مسئولیتی که در بدن ما خودش قابلیت دفاع کردن بر ویروس را دارد حرکت بدهیم که این ویروس را در همین سرحداتی که وارد بدن می شود، یعنی سرحدات بینی، گلو و شش، همان جایی که سرحدات وارد می شود دستگاه مسئولیت چگونه می تواند حرکت کند در همین سرحدات پیشروی ویروس را به بدن جلوگیری کند. به این خاطر واکسن ها درست شده است. واکسن ها نمی تواند بیماری ایجاد کند، بلکه سبب می شود که دستگاه مسئولیت، دستگاه دفاعی ما آماده بشود، تیار شود، وقتی که زمانی که ویروس می‌خواهد وارد بدن ما بشود از همان سرحدات جلوش را بگیرد. ولی ما می‌دانیم این مانند یک مسابقه کشتی است. وقتی که در یک مسابقه کشتی 2 نفر می‌خواهند با هم کشتی بگیرند، اگر یکی از آنها پرقوت و پرزور باشد و مشق خوب کرده باشد، ما اگر می‌خواهیم او را شکست بدهیم ما هم باید بیشتر مشق کرده باشیم. به این سبب است از آنجایی که ویروس کرونا ویروسی است فریبکار و ویروسی است بسیار از دستگاه مسئولیت میخواهد گریزان باشد، بدن ما باید مشق خوبی کند برای مبارزه با ویروس. به این سبب است که در حال حاضر ما نیاز داریم 3 مراتب واکسن بزنیم که با این 3 مراتب مانند مشق است برای دستگاه مسئولیت که آمادگی لازم را پیدا کنیم. بعد در سال آینده شاید بشود سال 1 مراتبه. نیاز هست که ببینیم آیا ویروس سست‌تر می شود یا نه. اگر سست‌تر بشود همین 3 مراتبه کفایت می کند. اگر سست نشود 3 مراتبه می شود که بدن آمادگی لازم، مشق لازم را برای بپرگی ویروس را کنترل کردن داشته باشد و هر سال این مشق دوام یابد. مانند یک کشتیگیر است.
اگر یک کشتیگیر یک بار قهرمان جهان بشود، نیاز است سال دیگر هم 2 مرتبه مشق کند که بتواند برای سال دیگر هم موفق باشد. نمیتوانیم بگیم یک نفر که یک بار قهرمان شد دیگر مشق نمی‌کند. بدن انسان هم همین است. دستگاه مسئولیت نیاز دارد به این ویروس فریبکار حیله‌گر مشق کند و آمادگی داشته باشد. پس اهالی محترم، خلق همزبان مهربان تاجیک من باید توجه داشته باشند، تشویش نداشته باشند که اگر 2 مرتبه یا 3 مرتبه واکسن به آنها پیشنهاد می شود. این به سبب این است که دستگاه مسئولیت آمادگی لازم را داشته باشد برای دفاع در مقابل ویروس. خب شما اینجا گفتید که شاید می شود که در یک سال یک بار واکسن بگیرند. تا چند سال دیگر این کار دوام میکند و تا چند سال دیگر مردم باید در یک سال یک مرتبه واکسن بگیرند؟ هنوز ما نمیدانیم سال 1 مرتبه را. نیاز هست 1 سال از 3مین مرتبه بگذرد. آنچه که حاضر میدانیم این است که نیاز هست 3 مرتبه واکسن بزنیم. 1 سال باید از مرتبه 3 بگذرد، ببینیم آیا کفایت میکند یا نه. پس برای آن موضوع هنوز زود است. ولی نکته‌ای که اهالی باید بدانند این است که ما تا به امروز هیچ واکسنی را نداریم که 100% و به پورگی دفاع کند. خب شاید سوال بپرسید از من، اگر 100% به پورگی دفاع نمی کند پس چرا ما باید واکسن بزنیم؟ سببش این است که ما بعد از قریب 1 سال و 1 ماه از شروع واکسن معلومات جهانی پوره است و وقتی که تحلیل میکنیم معلومات پوره را میبینیم که در شخصانی که واکسن زدند 17 مراتب فوت کمتر شده است. یعنی این یک دستاورد بسیار مهم علمی است. ما نمیتوانیم بگیم که کسانی که واکسن میزنند 100% بیمار نمیشوند، ولی شخصانی که واکسن میزنند 17 مرتبه فوت کمتر شده است. شدید شدن بیماری کمتر شده است. بیمارخانه رفتن کمتر شده است. به این سبب است که اهمیت دارد واکسن ها را بزنیم، ولی باید مراقبت هم بکنیم که با وجود واکسن آنجایی که امکان هست فاصله های اجتماعی و نقاب زدن را هم رعایت کنیم. سوال دیگر بود که مردم بسیارتر میخواستن برای این سوال جواب گیرند. بسیاری ها در آن فکر بودند که اگر باری اول یک نوع واکسن رو گرفتن باید باری دوم هم از همان واکسن گیرند. اگر که از دیگر میگیرند این به زیان آنهاست. آیا میشود که یک انسان باری دوم یعنی که در دو نوبت از 2 نوع واکسن استفاده کند؟ ببینید این بستگی دارد که بار 1 یا بار 2 چه نمود واکسنی را گرفته باشند. در کل عموما اهالی باید توجه داشته باشند این واکسن ها با هم ضدیت ندارند. پس اگر شخصی نمود 1 را از یک واکسن زد، نمود 2 را از واکسن دیگر، یا اینکه نمود 1 و 2 را از یک واکسن و نمود 3 را از واکسن دیگر، این نگرانی نداشته باشند، تشویش نداشته باشند. چرا؟ به سبب اینکه این واکسن ها با هم ضدیت ندارند. ولی ما چرا میخواییم بدانیم نوبت 1 چه واکسنی زده است که نوبت 2 را چه پیشنهاد بدیم یا نوبت 3؟ به این سبب است چکار کنیم که ثمره‌ناکی را بهتر کنیم. برای بیشتر کردن ثمره‌ناکی است، وگرنه اینها با هم ضدیتی ندارند. بعضی از واکسن ها ویروس سست شده هستند. بعضی از واکسن ها بیرق ویروس را گرفته است و وارد یک ویروس بیمار ایجاد نکننده کرده است و بعضی واکسن ها از آن مغز ویروس استفاده کرده است. پس روش کار یا مکانیسم کار واکسن ها گوناگون است ولی هیچ کدام با هم ضدیتی ندارند. به این سبب به پزشکان خود اطمینان کنید، به همشیره های طبابتی اطمینان کنید. آنها درس ها را گرفتند که کدام واکسن ها را با هم می توانند بزنند بی تشویش بی ملال. ولی اگر سوال عمومی را بخواهید، اگر شخصی واکسن را 1 نوبت زده است برای نوبت 2 می تواند همان واکسن را بزند یا از نمود دیگر، یا اگر شخصی 2 مرتبه واکسن گرفته است برای نوبت 3 می تواند همان واکسن را بزند یا اینکه از نمود دیگر، هیچ گونه با هم مشکلی یا ضدیتی ندارند. در علاقه چند وقت می شود که در تمام جهان واکسن میگیرند از نمودهای گوناگون. طبق معلومات های سازمان جهانی تندرستی، نتیجه کدام از این واکسن ها خوبتر بوده است؟
ببینید تا به امروز بیش از 9 از 6 میلیارد وایه واکسن در دنیا استعمال شده است. پس این یک معلومات کلان است. اگر سوال شما رو بخوام جواب بدم که بگم کدام واکسن خوبتر بوده است، جواب این است همه نمودهای واکسنی که از نظر سازمان جهانی تندرستی یا وز مورد قبول قرار گرفته است خوب هستند. پس ما برای واکسن هایی که در دسترس است و سرتیفیکیت یا قبولی سازمان جهانی تندرستی را دارد نمیگیم خوب و بدتر. چرا؟ چون همه خوبند. ولی از لحاظ علمی به نظر می رسد که ثمرناکی واکسن هایی که بر پایه آن مغز ویروس یا مسنجر RNA بوده اند یک مقدار بیشتر ثمرناکی داشتند نسبت به واکسن هایی که ویروس سست شده بودند یا ویروس هایی که به نام وکتور یعنی آن بیرق را گرفتند. پس برای اهالی، چون ما دو موضوع داریم، یکی برای تحقیقات علمی است، یکی برای اهالی بدانند که در جمهوری تاجیکستان واکسن هایی که استعمال شده است و وزارت تندرستی در اختیار شما قرار میگیرند همه واکسن هایی است که مورد قبول سازمان جهانی بهداشت هستند و همگی خوب هستند. دوری سیومی گرفتن واکسن در جهان و تاجیکستان از کی شروع می شود؟ در جهان آغاز شده است، یعنی در اروپا، در آمریکا آغاز شده است. من میدانم که در وزارت تندرستی هم دارد کارهای آمادگی می شود به سبب اینکه باید تیاری ببینند مقدار واکسن آماده باشد. به احتمال زیاد در آینده نزدیک این صورت خواهد گرفت. زمان دقیقش را من نمیدانم، وزارت تندرستی میدانند، ولی میدانم که در وزارت تندرستی به فکر این موضوع هستند و حرکت کردند که این کار انجام بشود. شما همچون یک ویروس شناس میخوام کمی به سالهای قبل برگردم. در افریقا ویروس پیدا شد با نام ابولا. تقدیر اون شد و جامعه جهانی چطور به اون ویروس غالب آمدن؟ خیلی مهم است ما بدانیم که ویروس ها از خودشان کپیه برداری میکنند برای پهن شوی. یعنی مانند یک نقاشی است. یک نقاش برجسته را شما دعوت میکنید و میگویید به اون نقاش که یک صورت یک شخص را نقاشی کند. وقتی که یک بار نقاشی میکند این نقاشی خیلی نزدیک است به آن شخص. ولی اگر به همان نقاش برجسته بگویید که 1000 بار کپیه بکش، 1000 بار نسخه برداری کن، وقتی که این 1000 بار را کنار هم میگذارید 100 فائزه مانند همدیگر نیستند، هر چقدر آن نقاش برجسته و زبردست باشد. در ویروس ها هم همین حالت پیش میاد. یک ویروس وقتی میخواهد بشود 2 ویروس و بیشتر بشود و میلیون ویروس پهن بشود، وقتی که از خودش نسخه برداری میکند، از خودش کپیه برداری میکند، میتواند خطاگی ایجاد کند و این خطاگی را ما میگیم اشتم نو یا نمود نو ویروس یا جهش ویروس یا موتاسیون ویروس. این نمود نو میتواند باعث فوت یا بیماری زایی شدیدتر شود، میتواند باعث کم شدن فوت و کمتر بیماری زایی و کمتر پهن شدن شود. داستان ایبولا به همین صورت بود. ایبولا اول خودش یک نمود نو به وجود آورد که آن کشنده بود، ولی بعد از خودش که نسخه برداری کرد خودش را سست کرد، مانند همین کرونا ویروسی که نمود یکمش بود سارس، نمود دومش بود مرس. پس این وابسته است که ویروس به کدام راه حرکت می کند. آیا خودش را سست می کند با نسخه برداری خطاگی که خودش می کند، یا اینکه خودش را قوی تر می کند و فوت را زیاد می کند. حاضر خوشبختانه در ویروس نو اومیکرون به سبب کووید 19 ما متوجه شدیم که فوت زیاد نشده است، مانند قبل مانده است، ولی خطری که به وجود آمده است پهن شوی بیشتر شده است و این پهن شوی را باید اهالی خیلی دقت کنند در سراسر دنیا. خب اینجا ایده از مردم تا حال وجود داشتن یک ویروس رو مثل کرونا قبول ندارن. ببینید یکی از دستاوردهای مهم تاجیکستان در کل هم مردم، هم وزارت تندرستی،
هم سازمان‌های غیر دولتی و بین خلقی و هم حکومت تاجیکستان این بوده است که بیشتر اهالی به علم باور کردند. ما باید بدانیم ما خلق پورسینا یا ابو علی سینای بزرگ هستیم و ابو علی سینا به ما یاد داد که فکر علمی کنیم و کار علمی کنیم. برای ساحه تندرستی ما منبع‌ها یا فکت‌ها یا اطلاعات علمی قابل اعتماد و قبول هستند، نه صحبت‌هایی که شخصان بر اساس فکر و باور یا خرافات یا خیال میدن. ما دیده ایم که این بیماری سبب نشانه‌هایی مانند سرفه، تب، بیحالی، بیمداری می شود. دیده ایم که شخصانی که این بیماری را گرفتار شدن 20%شان به بیمارخانه رفتن و متاسفانه بعضی شخصان فوت کردند و این ویروس را ما در دستگاه هایی که تشخیص ویروس می کنند این را یافته ایم. پس ما منبع یا سند علمی برای این ویروس داریم و این ویروس یک واقعیت علمی است، نه یک صحبت خرافی. پس این واقعیت را باید قبول کنیم و نکته مهم این است ما چطور با این ویروس مقابله کنیم. خب ما می‌بینیم سال گذشته در تاجیکستان حرکت بسیار خوبی بود، هم از طرف مردم هم از طرف حکومت که نگاه علمی کردن و باعث شدن که هم نقاب گذاری خوب باشد. الان ما می‌بینیم در شهر دوشنبه قریب 100% اهالی واکسن ها را زدن. با این باور علمی دیدیم که در زمانهایی که باید معرکه ها تعطیل میشد، معرکه ها تعطیل شد، جمعیت ها بسته شد. این خیلی حرکت خوبی است بر اساس علم. من نکته‌ای که میخوام به اهالی بگم، اهالی محترم، همزبانان گرامی، به علم باور کنید. ببینید آن منبعی که یک صحبت را میکند چه منبع علمی است، چه پشتوانه علمی دارد. آیا فقط یک شخصی خرافات میگوید و از نظرهای خودش دارد تشویش میدهد، یا اینکه آن یک شخص عالی مقام و معتبر علمی است؟ تمام دانشگاه‌های پزشکی دنیا، تمام مراکز علمی و پزشکی دنیا به این ویروس باوری دارند و میدانند این ویروس اگر رعایت نکنیم میتواند سبب پنجشوی و گرفتارشوی و بیمارخانه رفتن و یا فوت شود و راه پیشگیریش یک همان نقاب زدن، فاصله اجتماعی، شستن دست و هوای تازه و دو اهمیت واکسن است. واکسن ها بسیار بسیار مهم هستند و ثمرناک بودند و سبب 17 مراتب پایان کردن فوت بودند. به این خاطر من خواهشی که دارم از اهالی این است که به علم باور کنند، نه به خرافات. یک سوال دیگر، اومیکرون که در حال حاضر یک شتم بسیار هم چطوری که شما گفتید زود پنهان شونده است، نشانه هاش یا خود همون سیمپتوم هاش از کووید 19 که سال 2019 پیدا شد فرقیت دارد یا همون نشانه هاست؟ خیلی مهم است که اهالی نشانه های نمود نوع ویروس را بدانند. ما نشانه های گذشته را داریم، یعنی احتمال دارد شخص با سرفه بیاید، احتمال دارد شخص با تب بلند بیاید، حرارت بلندی بدن، احتمال دارد حس بو و مزه را حس نکند بیاید، احتمال دارد درون روی داشته باشد، احتمال دارد درد بدن داشته باشد و یکی از نشانه‌هایی که در بیشتر بیماران می‌بینیم این است که بیمار میآید با بیحالی و بیمداری. پس به این خاطر هم نشانه‌های گذشته را باید در فکر باشیم و هم این که اگر شخص هیچ کدام از نشانه‌های گذشته را نداشت و فقط یک بیحالی و بیمداری اخیراً داشته بود، به تازگی داشته بود، باید آن گمانبری بیماری کووید 19 را هم داشته باشد. نکته این است چه کار کند؟ آیا ما روش درمان و طبابتمان فرق کرده است؟ خیر. اومیکرون هم مانند دلتا و هر دو مانند یکم نمود هیچ فرق ندارد. 80% اهالی نیازی به هیچ درمان ندارند، باید در خانه بمانند، لیکن در خانه در یک اتاق علاهده باید بمانند و رابطه و علاقهشان را با دیگر اهالی کم کنند، ببندند. باقی شخصانی که بیماری را به صورت شدید میگیرند باید به پزشک، به طبیب خودشان مراجعه کنند و آنجا طبابت بدهد. بدانیم برای بیماری کووید 19 نیازی به مصرف آنتی بیوتیک نداریم. اهالی نروند خودشان از داروخانه ها دارو بگیرن، آنتی بیوتیک بگیرن، استفاده کنند. نیازی به این کار نیست. آن 80% اهالی، 80% اهالی که در خانه میمانند میوه های تازه بخورند، آب بنوشند، هر خوراکی که خواستند بخورند، بی تشویش بی ملال. این بیماری بعد از 10 تا 14 روز از بین میرود.
آن شخصانی که در بیمارخانه میخوابند وابسته به حال آنها پروتکل‌های درمانی وجود دارد که آن پروتکل‌ها به روز هستند، عین زمانوی هستند، با همکاری دانشمندان تاجیک و دانشمندان بین‌المللی از جمله من تشکیل شده است و به روز می شود و اهالی بدون تشویش می توانند مراقبت‌های طبابتی را بگیرند. آخر سوال آخرام در زبان شما میف میشه دیگه میف بین مردم و حتی در سامانه‌های اجتماعی زیادی آدمان یک میف را جاری کردند که گویا این ویروس ها از جانب و قدرت ها ساخته شده پنهان شده است تا اینکه اهالی کره زمین را کم کنند. برای این علم چی میگوید؟ ببینید ما هیچ سند علمی که نشان بدهد بیماری کووید 19 ساخته دست بشر است نداریم. پس هیچ مرکز علمی این را گزارش نکرده است که این ویروس را دانشمندان ساختند یا کشورها ساختند، بلکه این خود ویروس بوده است که از این فرصت استفاده کرده است، نمود خودش را تغییر داده است و سبب بیماری شده است. پس به این باورها گوش ندهیم و نکته مهم این است ما باید بدانیم چه کار کنیم بیماری را نگیریم. این مهم است برای ما. این که از کجا آمده است هم مهم است، ولی تا به امروز هر چه سند داریم نشان می‌دهد که کورشپره این مکانی بوده است که این ویروس در بدن کورشپره بوده است و وقتی که کورشپره با انسان در علاقه بوده است به انسان رفته است و از انسانی به انسان دیگر، از یک شخص به شخص دیگری آمده است. این چیزی است که تا به امروز دانشمندان بر اثر مطالعات علمی دارند و هیچ کس گمانبری ندارد که این ویروس بشر ساخته باشه. خود همین ویروس ها او در یک سوال دیگر اومد، خود همین ویروس ها در اصل از کجا پیدا میشن؟ مثلا نه تنها کووید، ما زیاد ویروس ها داشتیم به مانند ابولا و اون چوما بود و فکرم سالهای قدیم، اینها از کجا پیدا میشن؟ ویروس ها وجود دارند یا اینکه تغییر شکل میدهند، میکروارگانیسم هایی هستند که برای زنده ماندن خودشان نیاز به حجیره زنده دیگری دارند. فرق ویروس ها با سایر میکروب ها یا میکروارگانیسم ها همین است. ویروس برای اینکه خودش زنده بماند نیاز به حجیره زنده دارد. حالا این حجیره زنده میتواند حجیره زنده آدم باشد، میتواند حجیره زنده حیوانات باشند. حیوانات هم منبع ویروس هستند. حالا بعضی ویروس ها از حیوانات میغلطند به انسان، میتواند در انسان بیماری های خطرناک ایجاد کند، میتواند بیماری های خطرناک ایجاد نکند. پس ویروس ها، میکروارگانیسم ها یا موجودات بسیار میده‌ای هستند که برای پهن‌شویشان، برای حیات خودشان، برای زندگی خودشان وابسته‌اند به حجیره زنده حیوانات و انسان ها. از یک حیوان به حیوان دیگر می‌غلطد، از حیوان به انسان می‌غلطد، می‌تواند از انسان هم به حیوان بغلطد. پس وجود دارند و می‌چرخند در طبیعت آنجایی خطرناک می‌شوند که برای حیات انسان فوت ایجاد می‌کنند. کدام ها این کار را می‌کنند نمی‌دانیم در آینده چه می‌شود، ولی در گذشته مثلا می‌دانیم شخصانی که هپاتیت می‌گیرند اگر تبابت نکند می‌تواند جگر را از کار بندازد و فوت ایجاد کند. کسانی که ویروس HIV اسپید یا ویروس نارسایی مسمومیت آدم دارند اگر تبابت بگیرند به پورگی زندگی می‌کنند مانند همه اشخاص، اگر تبابت نگیرد می‌تواند خطر فوت داشته باشد. کسانی که زکام‌های شدید آنفولانزا می‌گیرند اگر نوع شدیدش را بگیرد می‌تواند حیات را خطرناک کند و همین ویروس کووید 19. آخر سخن داره؟ من می‌خوام باز به اهالی اینجا بگم که سال نو، سال سرور، شادی و با سلامتی باشه برای همه شما و امیدوارم همانطوری که در سال گذشته، در 2 سال آخران شما کوشش کردید که در مقابل این بیماری بتوانید دفاع کنید و خودتان را حفظ کنید، همان کار را در سال 2022 انجام بدهید. اگر واکسن نزدید، خواهش من این است که بروید واکسن بزنید. این واکسن ها بسیار کوشش شده است که بی مبلغ در اختیار شما قرار بگیرد. ما در بسیاری از کشورها هنوز واکسن در دسترس کم است یا نیست، ولی در جمهوری تاجیکستان با کوششی که انجام شده است واکسن ها آمده است و خواهد آمد، بی مبلغ است
به در خانه های شما می آیند، شما آنها را قبول کنید و واکسن ها را بگیرید. اگر هم نیامدن شما مراجعت کنید به مراکز تندرستی و واکسن را بگیرید. به این سبب که ما میدانیم هر نمود واکسن باشد در عموم 17 مرتبه فوت و شدید شدن بیماری کووید 19 را پست کرده است و این یک معجزه علم است، نه خرافات. به علم باور داشته باشید. برای سلامتی شما و برای شادی شما بهترین ها را آرزو می‌کنم.